تاجیکانی که شهروندی روسیه را دارند خودش از تن شما میسپارند. با همراهی کودکانشان من میتوانم که با همین گونه انسان ها کمک بکنم. پیش از همه کار اول سلام است، زیرا که سلام خود احترام است. در این روزهای آفتابی خسته نباشید. هر کجایی باشید من نیز برای شما دعا میکنم از درگاه حقدست الهی که سلامتی، رحمت الله و برکت الله را. خسته نباشید. و بعدا میخواهم که در یک موضوع با شما هم صحبت شوم. امروز یک خواهر اسلامی به من علاقه برآمد و گفت که من میتوانم که با همین گونه انسان ها کمک بکنم. او تاجیکانی که شهروندی روسیه را دارند میخواهند که به واسطه کودکانشون پاسوبیا پلوچت کنند یا که به واسطه اویلهاشون میخواهند که ماترینسکی کپیتال بگیرند، اما نمیتوانند چگونه سپرافکاشون آماده بکنند و چه بسپارند. انا می خواهر اسلامی میتوانند که برای اینها کمک بکنند. حتی خودش سپرافکاش آماده میکنه، همه چیز آماده میکنه، خودش از تن شما میسپاره. در اصل بود همین گونه انسان هایی که ماترینسکی کپیتال سپاریدن، سپرافکا یا که پاسوبیا سپاریدن اتکاز اومد. انا که الحمدلله این خواهر میتواند که به حضور به اون مراجعت کنید، با شما مصلحت ها میگذرونه و میتواند که خودش بسپاره. این اوارا الحمدلله دستگیری بکنین، با واسطه لایک و پدلیت و کامنتارتون به همون گوش همون نفرهایی که به این کارها نیاز دارن برسه. اینا الحمدلله رقم های خواهر واتساپش. و بعدا میخوام باید چیز دیگر به سهم شما برسانم به او برادران تاجیک زبانی که الحمدلله طولی بسیار سالها شد که در روسیه کار و فعالیت میکنن، با همراهی کودکانشان، اویلهاشون میخوان که قرآن مبارک دسترس بکنن با زبان روسی. اینا الحمدلله در دست ما هست کتاب قرآن مبارک که تریوادنوم 3/1. من این قرآن چند مراتبه ها توصیه داده بودم و این روزم الحمدلله خواستم که به گوش برادرایی که میخوان که فرزندکاشون با زبان روسی قرآن را بخونن. اینا الحمدلله چخیلی که میبینین هم به زبان عربی نوشتگی است. اینا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. اینا با هم به زبان کریلی نوشتگی است و با پریودش اینا الحمدلله روسی. این قرآن مبارک شما میتوانید که چون هر وقت به رقم های واتساپ ما مراجعت کنین، ان شاء الله که ما در خدمت هستیم. هر کجایی که شما میخواهید به همونجا روان میکنیم. واقعا در امان خدا باشید. فقط در حق ما یک دعاگو باشید. ما هم ان شاء الله در حق شما هر کجایی که باشید دعا میکنیم که تنصیحات و خانواده و سربلند باشید. الله یار و مددگارتان.